البته اومدم که اولین ویدیو رو براتون گذاشتم. الان اومدم خرید. کل خریدم این توی یه چمدونم خریدم. دارم میرم قبرس. امشب ساعت 5 صبح میرم فرودگاه. ساعت 7 میرم پروازمه. دور بر ساعت 8 صبح میرسم اونور. الان جمعه میفته، یعنی شنبه صبح میرسم. چهارشنبه شب برمیگردم. بریم با هم دیگه بگردیم. یادتونه که یه سری جاها هم بهتون گفتم در واقع قراره بگردیم. اونجا هم قراره بریم. اگه شد کازینوهاش هم براتون میگم. ساعت 4:10 صبح من تازه رسیدم خونه. دوش گرفتم آماده شدم برم. تاکسی پای منتظرمه. عینی آدم خنگ. پاسپورتمو یادم رفت. الان ساعت 5:42 است. من 6:45 پروازمه. یه کورسان فرستادم. آیدم خواب بود، جواب تلفن نمیداد. از آیدا چیزامو گرفته، پاسپورتمو گرفته. گفتم فقط بیا برسیم خودتون. موندم بیرون منتظر تا بیاد دیگه. پاسپورتمو گرفتم. خدا رو شکر پروازم اومد که ساعت 7 پرواز ها میشه. الان 6:07 است. قشنگ شانس آوردم. الان فقط برم که رد شم از گیت. بالاخره اومدم نشستم. الان نشستم فیلم الیس پریسلی میخوام نگاه کنم. که هواپیما چیز داره، جای هندزفری داره، میتونم بشینم نگاه کنم. فیلم در مورد چیز زن الیس پریسلیه که خیلی اذیتش میکنه. برم کیفمو بگیرم دیگه برم هتل. خدایی چندتام خوشگله ها، نگاه کن. تازه امروز گرفتم رنگ زرد. میدونیم که من مردادیم و یه مردادی عاشق رنگ زرد. اومدم هتل. الان خیلی زود رسیدم. ساعت 10 دقیقه به 11 ساعت 12 گیریشه. بعد اینکه قشنگ 24 ساعته که نخوابیدم. میدونی؟ یه دیواره کلن پر کفش دیزاینش. الان دقیقا 26 ساعت شد که نخوابیدم. ولی خب من دارم گزا بزنم یا اومدم مرکز شهر. چیز خاصی نداره ولی قشنگتر از بقیه شهر. بقیه شهر مثل بیابون میمونه. اینجا یکم سرسبزتره. و یه چیز جالب در مورد اینجا بهتون بگم، فرمون ماشین اون بره. خب ما این بریم. من الان جایی هم که فرمون باید داشته باشه ولی فرمون ندارم. کاملا برعکسه. کلا جای فرمون که برعکسه، کل قوانین خیابونا هم برعکسه. اصلا شما این صحنه رو ببین. کاملا همش چیز اینا دارن که داریم برعکس میریم. الان نمیدونم من به رانندگی اینجا عادت کنم دوباره برگردم شهر خودمون چجوری اونجا رانندگی کنم. بچه‌ها اینجور محله هم دارن. بچه‌ها اینجا هم زندان قدیمی شهره. هتل بهتون نشون بدم. دستشوییه. اینجا حموم دلبند منه. این چمدون دلبند منه. این تخت کودکه. بریم بیرون. اما ببین همه چی تا اینجا خوبه. تا اینکه میرسیم اینجا میرسیم به ویو کارواش و اوپت.
نمیدونم چرا واقعا این ویو رو دادن. اومدم صبحونه خدایی، یعنی راضیم ازش. این همه هم برداشتم، همه رو یه ذره برداشتم امتحان کنم. اینا هم فکرم خامه و قاطیه. وای چقدر خوشگله اینجا، یا خدا. خدا رو شکر، خدای آبش خیلی تمیزه. یعنی من همیشه به آب میرسم میگم خدا رو شکر. فقط اینا که نیمکت گذاشتن اینجا نشستن. اون اسکله 2 برابر بود قیمتش تا همین چیزای معمولی، تختای معمولی. بعد یه چیز دیگه که در مورد اینجا هست، میگن که توی این آبا کوسه است. آره برای همین من میترسم تا اونجا برم. دم در از همون چیپلیک گرفتن، داریم میریم داخلش. دروازه نداره. اینجا خونه یه مافیای ایتالیایی بوده. بعد زیر این خونه 1000 تا 1000 تو و غیره وجود داره. میریم خونه رو بهتون نشون بدم، توضیحات اونجا بدم. اینجاست. انشالله که ما رو قبول کنن، چون ساعت 4 میرسیم. صدای جیرجیرک رو فقط یه ورودی 80 لیری گرفتن ازمون فقط. الان میخوایم بریم داخل. چقدر خوب زندگی کرده یارو. اینجا هم یه حوضه که این آقا ببینید که چشاشو گرفته، مثلا نگاه نمیکنه، به خاطر اینکه یکی که وای میسته اینجا روی این سنگ قرمز، بعد یه سکه از شونه چپش پرت میکنه، یکی دیگه باید وایسته نگاه کنه اونو تعقیب کنه که سکهش گیر میاد یا خط، که یعنی دعاش مستجاب بشه یا نشه. من حالا میخواستم ادامه تحصیل بدم، پاولو بهم گفت نکن. این خونه هم همونطور که میبینید 13 تا اتاق داره، هر اتاقش یه رنگه، سبز و قرمز و آبی و زرد و رنگای مختلف. حتی سرویس بهداشتیاش هم رنگ داره. حتی این خونه کولر داره، هواکش داره، کل خونه سیستم تهویه داره. باورتون میشه برای 60 سال پیشه این خونه، 64 سال پیش دقیق بخوام بگم. این خونه یه میخونه گذاشته که توی اون میخونه‌اش 4 تا میزه رنگای سبز و قرمز و زرد و آبی که مهمونا بر اساس رنگ اتاقشون باید روی اون میزایی که رنگ اتاقشونه بشینن. یعنی اگه من توی اتاق سبز اقامت دارم، توی میز سبز باید بشینم. اینجوریه. قاچاق اسلحه میکرده، ایتالیایی بوده. اینجا توی این خونه 1000 تو داره کلی. معمارای این خونه رو بعد اینکه معماری کردن این خونه رو کشته و اینکه وقتی که دنبالش بودن باز فرار میکنه ایتالیا، آخر سر نمیتونن بگیرنش، مافیاهای ایتالیایی میکشنش. و اینکه چیزی که توی این خونه هست، کل اتاقا وسایل ارزشمند هست، تابلوهایی که توش با طلا کار شده. اینجا یه جای خیلی معروفه بهش میگن ارتا که توی کبرسه. نها کنین اینجا چجوری خرج میکنن مشروب، کلان بسته بندی میکنن، تا 3 تا میتونی ببری ترکیه. ولی ببین همه چی اینجا هست، چیزایی که یعنی نمیتونی هیچ جا پیدا کنی اینجا هست.
مشروبای خیلی قدیمی هم هست، مثلا 12 ساله ویسکی یا چیزای خیلی خاص. این عشق من خیلی خوشمزه است. دارم چیز میگیرم، شیواز 12 ساله است. 6 تا میتونم بگیرم الان توی چمدون بذارم چون 2 نفریم. اومدم یه غذا زدم، آدانا کباب و پلو. اینا رو بردارم ببرم خونه، برم خونه لش کنم. نشستم غذا رو زدم تا طلوع خورشید، یعنی قشنگ تا طلوع خورشید نشستم اینجا. خونه بربرا، یعنی موزه بربرا. داستان موزه بربرا اینه که سال 1963 بین یونانیای قبرس و ترکای قبرس یه درگیری پیش میاد. یونانی‌ها می‌خواستن که ترک‌ها رو کلا از بین ببرن. توی این درگیری‌ها یه شب نیروی مسلح میافتن خونه یه سرگردی به نام نیهات اولهانی هم چیزایی. کل خانواده‌شون خیلی به طرز فجیعی می‌کشن که این خونه به خاطر این قضیه تبدیل میشه به موزه، چون که بچه‌های کوچیک داشته، زن و بچه‌های کوچیک با تیر میکشن، اونم نصف شبی درو میشکنن میان داخل، توی وان میکشن بچه‌ها رو. اومدم خونه بربرا که گفته بودم، یه خونه کوچولوئه. اینجا رو بخونیم. نویسنده کتابش داره توضیح میده در موردش کامل، لباساشون. حتی حوله های همونشون هم هست اینجا، حتی دندون و یه تیکه از موی سر. سلاح زدن، اینجا رو شکوندن، اینجا کشته بودن. اینجا هم اتاقیه که توش کشتن همه اتفاقا رو. اینجا جای اسلحه هست. نگاه کنید کلا اینا رو، این اتفاقی که داره میافته اینجا رو همه رو بازیابی کردن. چجوری داره محو میشه، خیلی جالبه. کشتنشون کلا بازسازی کرده صحنه‌شون. اینم در ورودی که اول شکونه اومدن داخل. واقعا فوق‌العاده است منظرش. دارم میرم موزه ماشینای قدیمی. الان این سردر موزهشه، بریم ببینیم. اینم با جلوی موزه است.